اعتماد به نفس، باور داشتن و یقین داشتن به تمام امورات و داشته های درونی و بیرون زندگی و همچنان انجام کارهایی که با خود فکر میکنیم و یا در فکر و اندیشه ما داریم. تو از انجام کارها دور هستی، تو استعداد نداری، تو توانایی نداری. واژه نون در همه کلمات در اولش ذکر شوه باعث میشه که ناحیه و اطراف ما منفی شوه. ما در کل انگیزه های درونی و بیرون داریم که انگیزه های بیرونی رفت برای می افراد اطرافیان ما داره، خانواده، جامعه، خویش قوم. که دو کتاب ما را خیلی کمک میکنه. در اینجا میتونم یادآور شم، کتاب کیمیاگر و یک کتابی که بی مصرف نیستی. زمانی که انسان این دو کتاب را مطالعه بکنه به شدت درگیر پیدا کردن استعداد خودش میشه، توانایی های خودش میشه. چی چیزی باعث میشه که برخی افراد همیشه با اعتماد به نفس در هر موقعیت حاضر شوند، در حالی که دیگران از طرز قضاوت دیگران عقب میکشند؟ سلام، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه تحول در زندگی. موضوع برنامه امروز ما اعتماد به نفس است که رابطه با این موضوع آگاه مسائل روانشناسی را با خود داریم. جناب سروری صاحب، شما را خوش آمدید میگیم. تشکر. سلامت زنده باشید. گلم از خود رهیدن را بیاموز، به سر منزل رسیدن را بیاموز. مجال تنگ راهی هست در پیش، به پای خود دویدن را بیاموز. درود و عرض احترام دارم نثار شما، نثار همه بیننده های عزیز. امیدوارم شاد و سربلند و پیروز و مایت باشن. بسیار زیاد تشکر از شما جناب سروری صاحب. موضوع برنامه امروز ما اعتماد به نفس است که یک چیز بسیار مهم در زندگی انسان نقش بازی میکنه که اصلا که اعتماد به نفس پایین آدم داشته باشه، فکر میکنم که حتی حرف زدنشون هم مشکل می داشته باشه. در اول اگر از اعتماد به نفس یک تعریف کوتاه داشته باشیم تا بهترتر درک کنیم که اعتماد به نفس چی است. اعتماد به نفس، باور داشتن و یقین داشتن به تمام امورات و داشته های درونی و بیرون زندگی و همچنان انجام کارهایی که با خود فکر میکنیم و یا در فکر و اندیشه ما داریم. یعنی باور داشتن برای انجام تمام کارهایی که در ذهن و باور ما به اتفاق میفتن. خب خیلی فعلا میایم سمت اعتماد به نفس بالا، که اعتماد به نفس بالا نتیجه استعدادهای خود ما است یا چیز ذاتی است؟ نه خیر، اعتماد به نفس هم میتونه کسبی باشه هم ذاتی باشه. بعضها در خانواده هایی به دنیا اومدن که سرانجام همه کاراشون با شجاعت، جسورانه و قابل قدر بوده و همچنان اونا هم الگو گرفتن و عادت کردن به یک خانواده با همون شعور و با منطق و با درک و همچنان جسورانه. همون یک تعداد کسبی هست، استعداد دارن، توانایی دارن، ولی اعتماد به نفس ندارن، انجام کارها برشون سخت و دشوارتر میشه. اما میرن یک دوره خوب میخونن، با یک کسی مشوره میکنن، از یک کسی نظر صحبت بالاخره از نومی داشته باشن تا بالاخره نتایج کسب میکنن اعتماد به نفس را، روی تشویق، روی زمان گذاشتن بالای کارشان و صحبت با یک مشاوره یک روانشناس و یا تعقیب دوره های آموزشی از طریق چه حضوری باشه چه آنلاین، باعث میشه که اونا کسب بکنن اعتماد به نفس. یعنی میتونه هم کسبی باشه هم ذاتی، ولی این کسانی که استعداد دارن نمیتونیم بگوییم دارای اعتماد به نفس خیلی خوب هم هستن، چرا اونا شاید یک مرحله کسب اعتماد به نفس سپری نکرده باشن، شاید تشویق نشده باشن که قطعا و مسلما بالای پایین بودن میزان اعتماد به نفس تاثیر کامل داره. خب اعتماد به نفس بالا تنها رفتارهای جسورانه است یا کسایی که اعتماد به نفس بالا دارن درونی و متفکر هستن؟ بدون شک درونی و متفکر هم هستن، چون فرد هستن که میفهمن هر کار سرانجامش به موفق شدن و اگر نشد یک تجربه هست. هر کاری را با تعقل، تدبر و با یک فکر کامل و نتایج خوب هم از کارشون کسب میکنن، چون زمانی که اعتماد به نفس دارن میفهمن که هر کاری میتونن انجام بدن، از عهدهش بر بیاین و هیچ کاری هم نیست که قابل انجام نباشه. به این خاطر این افراد هم میتونن که جسور، شجاع و با درک باشن. خب محیط و جامعه چقدر تاثیر داره بالای اعتماد به نفس؟ 100% تاثیرگذاری کامل خود را داره. زمانی که ما از طرف دیگران توهین شویم، برای ما بگن تو نمیتونی، تو از انجام کارها دور هستی، تو استعداد نداری، تو توانایی نداری، واژه نون در همه کلمات در اولش ذکر شوه باعث میشه که ناحیه و اطراف ما منفی شوه. افرادی که در اطراف ما هستن منفی گرا باشن، جامعه ما منفی گرا باشه، ذهن ما منفی گرا باشه، در این حالت ما هیچ کاری نمیتونیم که انجام بدیم. جامعه، اطرافیان ما نقش بسزا و کاملی در کل
به زندگی ما، به موفقیت ما و به اعتماد به نفس ما دارن. چون ما در کل وقتی که روش فکر بکنیم، ما در کل انگیزه های درونی و بیرون داریم که انگیزه های بیرونی ربط برای افراد اطرافیان ما داره، خانواده، جامعه، خویش قوم. اما اگر اینا ما رو تشویق نکنن، برای ما وقت نگذارن، ما رو توهین بکنن، ما را استعداد ما زیر پا و سرکوب بکنن، قطعا که اعتماد به نفس ما را هم پایین میره و باعث میشه که ما از انجام کارها باز بمونیم. خب امی دلیل اساسی از این چی است که خیلی از مردم وقتی دچار انتقاد و قضاوت دیگران میشه به شدت دچار کاهش اعتماد به نفس میشن؟ متاسفانه یکی از مراحل بزرگی که انسان را خیلی کمک میکنه پیدا کردن استعدادهای خودی، که دو کتاب ما را خیلی کمک میکنه. در اینجا میتونم یادآور شم، کتاب کیمیاگر و یک کتابی که بی مصرف نیستی. زمانی که انسان این دو کتاب را مطالعه بکنه، به شدت درگیر پیدا کردن استعداد خودش میشه، توانایی های خودش میشه. و زمانی که استعداد و توانایی خود را پیدا کرد، ولو که هر کسی برش بگه تو نمیتونی، تو نالایق هستی، تو مثلا استعداد نداری، تو توانایی نداری، بر از یک چیز بی معنا میشه. ولی در صورتی که خودش استعداد خود را نشناخته، توانایی خود را نشناخته، بالای خودش باور و یقین نداره، بالای خودش یعنی حرمت و احترام نمیگذاره، هر کسی که برش بگه که تو نمیتونی، تو نالایق هستی، میپذیره و شاید او را برتریت بده نسبت به خودش. ولی زمانی که انسان شناخت کامل از خودش پیدا بکنه، از استعدادش پیدا بکنه و پیدا کنه که در کدام راستا استعداد و توانایی داره، هیچگاه کلمات دیگران، نظر دیگران و نظر منفی دیگران برش قابل قدر نیست و شاید فقط بشنوه و تمام. متاسفانه نظرات دیگران امروز خیلی قابل جذب برای افراد شده. اگه کسی خوب توانایی داره ولی به محض اینکه برش میگی نمیتونی، میگه درست نمیتونم. اما برعکس بعضی ها هستن وقتی برش هر قدر که میگی نمیتونی، میگه من نمیتونم، درست، فقط حرف تایید میکنه و کنار بگذاره، در کار خود را انجام میده و تا جایی کار میکنه و وقتی موفق میشه خودت میبینی تعجب میکنی که من گفتم نمیتونی، ظاهرا برای من تایید کرد و گفت، اما انجام کار خود توقف نداد. پس به این خاطر کلمات دیگران در صورتی که ما اطلاعات کامل از خود ما داشته باشیم، یک حرف پوچ پراکنده برای ما خواهد بود. تمام. بله. خب در قبال حرفای شما با کمک کدام تمرین‌ها میتونیم که اعتماد به نفس خود را افزایش بدیم؟ اولین مرحله که میتونه انسان اعتماد به نفس خود را رشد بده، باید مثبت‌گرا باشه. میگه زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان و زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذاشت. این انسان زمانی که مثبت‌گرا باشه، از جان خود، از هر چیزی که در زندگی خود داره لذت میبره، از روح خود، از کارهای خود، از تمام داشته‌های خودش لذت میبره و زیبایی هاش را میبینه. یک کسی گفت که والا خارها هم گل ها هم خار دارن. یک کسی دیگه گفت نه، شاخه های خاردار هم گل داره. ربط به بینش و دید ما است. ای که عینک بدبینی خود را بکشیم. زمانی که میگه اما یک شعر است که در موردش تدبر تعقل بکنیم، که میگه پیش چشم داشتی شیشه کبود، زان سبب دنیا کبودت می نمود. یعنی انسان زمانی که عینک بدبینی برای خودش داشته باشه، منفی گرا باشد، زندگیش هم به بدبختی و بدبختی ها میرسه. ولی وقتی که مثبت گرا میشیم، مثبت فکر میکنیم، زندگی ما به زیبایی هایش میرسه. تمرین دوم، کار دومی که خودبین نباشیم، یعنی خودبینی نداشته باشیم. چرا وقتی ما روی تکبر و غرور وقت میگذاریم، خود را بالا بیشتر از حد فکر میکنیم، تکبر و غرور برای ما رخ میده، ما از آموختن، از آموزیدن دور میشیم، مانی یادگیری ما میشه که این خود باعث میشه زمانی که انسان دارای دانش و آموزش و دوره ها نشه، خودش پیدا کردن نمیتونه که اونم اعتماد به نفس رشد بده. یعنی یک انسانی که میخواد اعتماد به نفس رشد بکنه، باید همیشه وقت یعنی مصروف یادگیری باشه، آموزش، یادگیری. چرا؟ ما وقتی که یادگیری میکنم، آموزش میبینم، درس میخونم، مطالعه میکنم، تجربه کسب میکنم. کسب تجربه بر انسان انجام یک کار لذیذ میسازه، ساده میسازه، نه که با او درگیر شوی. ترفندهای دیگه هم از اطراف ما را با افراد مثبت پر بکنیم، اطرافیان ما را مثبت گرا بسازیم. اگر اطراف ما افراد منفی باشه، ویروس ها باشه، 10 تا ویروس یک چیز پاک و خوب خراب میکنه. یعنی اطراف ما اگر افراد منفیگرا بود، با دوستان منفیگرا سر کار داشتیم و دوست داشتیم با افراد باشیم که زیاد صحبت منفی بکنن، آیسا آیسا ما خوب و عادت و انس با اونا میگیریم و زمانی میرسه که چیزای مثبت خود ما یاد ما میره و درگیر میشیم با چیزای منفی که از اطرافیان ما بالای ما تاثیرگذاری داشته. نه. خب موضوع اعتماد به نفس تا جایی که دیدم حرفای شما بسیار دلچسب هستند و موضوع بسیار دلچسب است که یک بحث بزرگ کار داره، ولی چون که وقت برنامه ما کم است،
به عنوان آخرین سوال میخوایم از پیشتان بپرسم که اعتماد به نفس میشه در سن تقویت کنیم یا بهتر از مخورترکی تقویت کنیم؟ روانشناسان و روان درمانان و همچنان پژوهشگران بحث روانشناسی تایید میکنند که رشد اعتماد به نفس برای یک فرد تا 5 سالگی است. یعنی کودک تا 5 سالگی درک میکنه و میفهمه که دارای اعتماد به نفس مثبت باشه یا منفی، یا اعتماد به نفس بالا و یا پایین. چون زمانی که در این سن سال هست، رفتار و سلوک و گفتار و طرز تفکر دیگر رو باش تاثیرگذاری میگذاره. اما اصلا 5 سالگی بالاتر میره، رشد اعتماد به نفس کم کم کاهش پیدا میکنه. اما داریم کسانی که سن سالشان در سن 30 و 20 و 40 و 25 هست و دوره های فن بیان ما حضور پیدا میکنن، نمیتونن صحبت بکنن، اما یک دوره 45 روزه وقتی که سپری میکنن، برشان ترفندها و راه های حل برشان گفته میشه، آیسا آیسا اونا هم رشد میکنن. اما تا 5 سالگی رشد بسیار خیلی زیاد داره که میتونه اعتماد به نفسشون بالا بره و یا پایین بره. سن اساسی تا سن 5 سالگی است. بله. بسیار تشکر از شما. سلامت باشید. بازم خوش آمدید میگیم شما رو. اعتماد به نفس چیزی نیست که در یک شب به دست آید، بلکه هر روز با گام های کوچک ساخته می شود. امروز شروع کنید، فردا با خودتان افتخار خواهید کرد. و این بود از برنامه امروز و از داشته های برنامه ما. تا برنامه های بعد شاد و موفق باشید.